یه دو روش طراحی ابرو، یکی با مداد بهت یاد بدم، یکی هم با ژل ابرو و بهت بگم چه اشتباهاتی هم انجام ندی. برای طراحی ابرو با مدادت رو اول روی اسپولی بکش، اضافات رنگ اولیه رو پشت دستت بگیر، حالا 2 تا 3 مرتبه اسپولی رو جهت خواب موهای ابرو بکش و 1 تا 2 بارم جهت مخالف خواب ابروها. و حالا با گوش کن دور تا دور ابروها رو تمیز کن و فقط بذار ابرو کادر خودش رو داشته باشه. اگه میخوای ابروهات یکم هم لیفت بشن به سمت بالا و مرتب روی هم قرار بگیرن، از تافت میتونی استفاده کنی. پس تو الان آگاه شدی که از مداد به صورت مستقیم برای رنگدهی و طراحی ابروهات استفاده نکنی، چون رنگی اغراق آمیز و مصنوعی بهت میده، ماندگاریش هم خیلی کمه. اما اون روش مثل یک کاشت ابروی طبیعی میمونه. برای لیفت ابرو حتما باید دور ابرو تمیز باشه. 1 دور جهت مخالف خواب ابروها ژل میزنم و بعد ابروها رو به سمت بالا و اوریب شونه میکشم. بعدم با دست تمیز ابروها رو به پوست فیکس میکنم. حالا اون اضافات ژل که به سر اسپولی هست رو با دست میگیرم و دور ابرو رو مرتب میکنم. مداد رو روی قلم سرکج میکشم و به حالت پرتابی به این شکل که پشت دست تست کنید خیلی بهتره، اون جاهای خالی ابروم رو پر میکنم. پس تو الان آگاه شدی که برای لیفت کردن ابروها دور تا دور ابروهات هیچ کرمی نداشته باشه، ابروهات رو در جهت خواب مناسب شونه بکشی و از مداد هم مستقیما توی ابروهات استفاده نکنی، چون ابروهات سفیدک میزنه و ماندگاریش پایین میاد.